بعد از 500 سال بالاخره وقت کردیم بیایم فروشگاه که رنگ و پایه و این چیزا بگیریم. این فروشگاهی که من عاشق مسائل هنریه. باید میخواد این میزا رو بخرم. این میزا رو روش رو با رزین پر میکنم. خب من این پایه ها رو برداشتم، این آینه رو برداشتم، این قاب عکس خوشگل و این برنج هم دارن اینجا. آقای هاشمی حالا میخوام رنگ بردارم، احتمالا از اون بردارم. بعد اینجا یه آدم پایه داره، از این زیلیوانی ها داره. این چقدر خوشگله. از اینا نمیخوای برات بگیرم؟ خواستم برات کادو بگیرم. فکر میکنی این چیه؟ بله درست حدس داری، این کتاب دکوریه. خیلی عجیبه، واقعا عجیب. جسمه رو ببینید کلا پلی استره. بعد اینو دستشو میتونی آرشه واقعی بذاری و این سیمای ویولنسلش هم میتونی چیز کنی. این زرافه هم همیشه چه بزرگه، خیلی خوشگله. وای چه مغازه‌ای داره. اون خریدای منه، بعد برم خونه نشونتون بدم که چیا خریدم. خیلی خوشحالم. پایه ها رو خریدیم، اینا رو میخوایم بس کنیم. خب بذارید از اول براتون تعریف کنم. از وقتی که اساس کشی کردیم به این خونه جدید، من هنوز کتابام توی جعبه است، به خاطر اینکه کتابخونه ندارم و از اونجا که وابستگی شدیدی به کتابام دارم تصمیم گرفتیم یک کتابخونه درست کنیم. اما هرچی گشتیم توی دیوار، توی فروشگاه، اون چیزی که توی ذهنم بود رو نداشتن. رفتیم شمال و توی شمال توی انبار یه قفسه قدیمی بود، همین که دارید میبینید، و دوتایی تصمیم گرفتیم که این قفسه رو تبدیل کنیم به کتابخونه. رو بس کردیم، 3 تای دیگه مونده. میشه خانم دکتر رو پیج کنید؟ نه. محکم شد. خیلی کار واجبه. باشه ما برای این کتابخونه فقط هزینه این 4 تا پایه به علاوه اون رنگی که روی کتابخونه میزنیم رو دادیم. خود کتابخونه که همینجوری افتاده بود تو انبار و طبقاتش هم چون شوهر خالم نجاره دادیم که اون برامون درست کنه. پایه ها رو بس کردیم، حالا باید اینو اینجوری سرپا کنیم و رنگش کنیم. از کتابخونه چی شد واقعا؟ دستتون درد نکنه، چقدر عالی شد. حالا نیاز داره به اینکه تمیزش کنیم، جاهاشو مرتب کنیم و بعد رنگ بزنیم بهش. آره رنگ بزنیم خیلی عالی میشه. حفره‌هایی که اینجا اضافه بود و با چسب قطره‌ای و نمک پر کردم. نمک ریختم روش، قطره‌های چسب ریختم یا صاف شد. اینجا البته باید یه سنباده یه کاره که چیزی بخوره که کاملا صاف بشه. پیچی که میبینید مال این پایه هست، اینو دیگه نمیتونم دست بزنم چون که اون وقت بدن سخت میشه. یه وقتی خواستم پیچشو بردارم خراب میشه. اینا هم همینطور، اینا همینجوری با نمک پر کردم. حالا باید داخل اینو رنگ کنیم. یه ذره رنگو تست کردم، میخوام داخل اینو با این ابر رنگ کنم. توی کمد رنگ زدیم ولی رنگمون یکم کم، اینجاهاشو باید دوباره رنگ بزنیم. میبینید سایه های رنگو و اینجا فرش یکم اینجا رنگی شد که واسه این اسپری پاکش کردیم. از این آثار اینه که قلممون هم جگر زلی خوش شد. تو هر سنی میشه عاشق نه شد. نستم کلمات شستم مثلا منتظریم که یه لایه خوش بشه باز رنگ بزنیم. اینم رنگ هم تموم شد. داریم بدنش رو رنگ میکنیم.
چه میدونه؟ اصلا فردا به اتفاق میریم به سمت جنوب. من تشکیل مال از اونجایی که قدمون به بالا نمیرسه، بالا دید کامل نداریم، از ایشون کمک میگیریم. همین یکم مونده. واقعا دارم پاره میشم، دستم خیلی درد میکنه. اینجا که همه نابود شده، بعد یه چیزی مینداختم زیرش، دیگه نکردم این کارو. اینه که در این وضعیت به سر میبریم. رنگ قهوه‌ای درست کنم که پایه این کمدو باشه. رنگ قرمز رو با یک کم زرد ترکیب میکنم و بهش سبز اضافه میکنم و بهش اینجا رنگ سبز اضافه. خب نکنید یه رنگ قهوه‌ای خوش رنگ درست کردم. حالا میخوام پایه ها رو باش رنگ بزنم. آقا ببخشید یه آقایی نیومده شیرینی بخره. دکتر نصف آقا من اشیر بخیر لازم. یه آقایی حدوداً 100 ساله. لبه های این چوبا هم رنگ زدم. نمیدونم چرا خیلی اینجا بد رنگه، ولی خیلی تو واقعیت خوش رنگ شده. خب گفتم قبل اینکه اینا رو جمع کنم بیام بهتون نشون بدم که چیا خریدم. اول یه آینه گرفتم. من یه دونه از این آینه قبلا بر خودم درست کرده بودم با طرح دکوپاژ یه دختر ایرانی، ولی گمش کردم. بر همین یه دونه از این آینه گرفتم. پشتش آینه است، ببینید. بعد رنگ گرفتم که این کمدو باش رنگ زدم. 5 تا پایه گرفتم، گفتم اگه یکیش خراب شد یه دونه زاپاس داشته باشم. ورق توتکالی گرفتم که با این میتونید یه سری از جاهایی که میخواید و با استفاده از این چسب ورق توتکالی طلایی بکنید. این رنگی برای رزینم گرفتم. بعد اینو گرفتم برای اینکه سویچ و این چیزا رو آقای سرمیاد خونه بذاره داخلش. رنگی رو دستام ببینید هنوز پاک نشده. اینو واسه مامانم گرفتیم. اینجوری اینو میذارید وسط کتاب، بعد دیگه انگشتتون درد نمیگیره. توی کتابو اینجوری باز نگه دارید باهاش. بعد این دوتا هم آقای سرو برام گرفت، گفت خیلی خوشگله اگه دوست داری بردار. البته باید رنگش کنم دیگه، میشه خامم گذاشت ولی خب میتونی یه مقدار رنگم بهش بزنی. این از جنس پلی استره. این خیلی خوشگله، نگاه کنید چقدر جزئیات داره، ولی متاسفانه باید خیلی به جزئیات دقت کنن که این کار نمیکنن. میبینی جاش حباب و اینا داره دیگه. حالا همینه دیگه. این هم که گولد فینگره که برای جاهایی که میخواید رو برجستگی یا رنگ طلایی بزنید از این گولد فینگر استفاده میکنید. شاید عجیب باشه ولی انقدر خرید شد 1,025,000 تومان. از این شدای رنگم گرفتم که باهاش کمد رنگ کردم. همه اینا با هم شد 1,025,000. اونجایی که این گوشه جای کتابا بود و الان خالی شده، تصمیم گرفتم اینجا رو مرتب کنم. حالا زیر این همه خردریز دارم مدفون میشم. باید اینجا رو جمع کنم وگرنه خیلی بد میشه. این هم توش آشغاله. هرچی اضافه گیر آوردم دارم میریزم این تو. اینم میخوام هرچی اضافه هست و لازم داریم رو بذارم این تو و اینو بذارم اون بالا تو کمد دیواری. کمد سقفی، کمد دیواری، تو کمد دیواری. منظورم کمد سقفی. همین. قبل از اینکه بریم نتیجه کار رو بهتون نشون بدم میخوام تصویر قبلی کتابخونه رو ببینید. این کتابخونه یه قفسه قدیمی بود که افتاده بود گوشه انبار خونه مادر بزرگم تو شمال که ما دیدیم و خوشمون اومد و تصمیم گرفتیم که
تبدیلش کنیم به این کتابخونه که الان میخوام بهتون نشون بدم. شیشه هاشو جدا کردیم و همه جاشو دیدیم که رنگ زدیم، پایه وصل کردیم و هزینه نهایی در اومد برای ما 327,000 تومان. ما 398 تومن رنگ خریدیم که نصفش استفاده کردیم و 4 تا پایه خریدیم هر کدومو 32,000 تومن که اگه همه اینا رو با هم دیگه جمع کنید میشه 327,000 تومن. در حالی که شما اگه توی دیوار بخواید یک کتابخونه حتی دست دوم پیدا بکنید زیر 1 میلیون نیست. خب حالا بریم تا نتیجه نهایی کار رو ببینیم. حتما نظرتون رو با هم به اشتراک بذارید تا خستگی از تنم در بره. خب بیایم بهتون نشون بدم که کتابخونه چه شکلی شد. این هم از کتابخونه. کتابا رو چیدیم و مجسمه های مورد علاقم که عاشقشونم آقای افلاطون، آقای داوود و ایشون هم کلئوپاترا. البته من خب بخش زیادی از کتابام خونه مامانم و شماله. این یک فکر کنم 6م کتابام باشه، 1/7 کتابام، خیلی کمه. بقیه کتابام اونجاست. فعلا هم قصدی ندارم که بیارمش، اما دوست داشتم که این صحنه رو با شما به اشتراک بذارم. خیلی خوب شد که داخلش رو مشکی کردیم چون که خیلی شیک‌تر شد. اینم بیرونش که سبزه، پایه‌هاش هم که دیدید با رنگ قرمز درست کردم و رنگ سبز. اینجا هم که یادگاری محبوبم رو گذاشتم. این یه سنگ لاجورد واقعیه که دوست عزیزم بهم هدیه داده. این شمع هم یکی از دوستان بهم کادو داد. این شمع هم همینطور، این شمع هم همینطور. اینو پارسال خریدم. اینو ببینید، اجازه بدین روشنش کنم. اینو پارسال نزدیک کریسمس از میرزای شیرازی خریدم. خیلی خوشگله. اینم یکی دیگه از دوستام داده، اینم یکی دیگه از دوستام داده. اینجا رو کلا با چیزایی که دوست داشتم و عزیزان بهم داده بودن پر کردم. همین. امیدوارم که از دیدن این ولاگ لذت برده باشین. شما برید اگه چیز قدیمی دارید بیارید درستش بکنید و بهش یه زندگی دوباره بدید. خوشحال میشم نظراتتون هم توی کامنت ها با هم به اشتراک بذارید. لایک و سابسکرایب و کامنت هم یادتون نره. تا ویدیوی بعد خیلی مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.